سلام خدمت همه. تشکر میکنم که این خانواده و این برادر عزیز ما که به شدت نیازمند است و روی جای است از ولسوالی دهدادی ولایت بلخ است. بنیاد خیریه قلب‌های مهربان اینها را شناسایی کردند که نیازمندی واقعی بودند. یک مقدار مواد غذایی، یک دانه کولر و یک مقدار پول نقد خدمت اینها رساندیم. از همه همکارایی که زمینی پولی را مساعد کردند و همچنان از همکاران ما که در مزار شریف همکاری میکنن یک دنیا تشکر. عزیزای دل، شما میتونین ادامه این موضوع رو در ویدیو بیننده باشید. تشکر. سلام خدمت همه دوستان از گروه خدا کنه که درمان باشید. نظر با هدایت بزرگوار استاد کسایی که کمک کردن مدار ما فعلا ما در ولایت مزار شریف ولسوالی دهدادی اریه پشتیبان اینجا قرار داریم. مبلغ 15450 افغانی از طرف بنیاد خیریه قلب‌های مهربان کمک شده بود. یک تعدادش ما سودا گرفتیم و وسایل کولر است و دیگه مواد خوراکی است که خدمت از دوستان ما قرار دادیم. مینا مادر جان مبلغ 5150 افغانی یک کیلو از شما نگاه کنیم به خاطر که الان خرج مرچی بالای ما شما دیگه انشاءالله تقدیم کنیم برای شما. اگر باز هم انشاءالله باز هم کمک‌های ما شما ادامه داره. خدا کنه که شما صحت سلامت باشین. اگر درباره باز بزرگان گفتن درباره که اگر کدام تداوی داشت انشاءالله که باز هم ما رو همکار باشیم. انشاءالله بنیاد خیریه قلب‌های مهربان به خاطر از اینکه کوشش میکنه که کسی را پیدا کنه که واقعا مستحق باشه. حالا ما شما جسوری همین گپ باشیم. باز انشاءالله خدا مهربان است. باز ما کوشش میکنیم که ما در ما احوال شما را داشته باشیم و دو احوال شما را داشته باشیم. مادر یعنی از طرف برادرای ما کمک شده بود، برای شما تقدیم شد. دیگه خداوند شما را سلامت داشته باشه. خداوند اجر برای شما بده. ان شاء الله که زندگی به سر همه بیتر میشه. اما خیر سلامت باشید. شما رو من به درمان بکنم. خداوند تعالی همیشه کامیاب باشید. سلامت باشید. شما که در غریب بیچاره کوشش میکنید در طرف مسلمان. خداوند رئیس بنیادم خیر